از ازدواج کردن ترس بزرگی تو دلشون دارن و به همین خاطر از ازدواج فراری هستن. حالا که تو هفته ازدواج هستیم میخوایم بریم سراغ شهروندان فریدون کناری تا ببینیم که چرا خیلی ها از ازدواج فراری هستن. لطفاً تا انتهای این گزارش با ما همراه باشید. 20 سال. ما سال 95 ازدواج کردیم. از دیگه 3 سال و نیمه نامزدم. من سال 83 ازدواج کردم، 85 عروسی کردم. از جانب خدا 3 تا بچه دارم، دختر همه سالم. 2 تا بچه داره. 2 تا 18 9. اون موقع ما 2 میلیون پول. اون موقع 100 تا سکه داشت. 114 تا هم مهریه داشت. مهریه هم 250 تا سکه است. مهریه 114 است. ما ولی یک ازدواج عادی داشتیم، بعدش هم ما دن بیم اصلا همه خانوم انتخاب کردن. من همه خانوم اصلا مثل دیتا برای من اینقدر صمیمیت ما زیاد، هیچ مشکلی ندارم زندگی دارم. موقع ازدواج راتر بیه خانواده راتر مثلا سختگیری نکردنه. زمان ازدواج نه خونه داشتیم، نه ماشین داشتیم، نه پسنداز درست حسابی داشتیم. ولی خب مال گفتنی از قدیم میگم، مثلا میگن یه پول خونه جور میشه، یه پول عروسی و ازدواج اینا. خدا بالا سر ما بود و یه خدا روزی رسونه دیگه، رسون دیگه. الان خودم هیچی نداشتم، رفتم مستاجری، دواشو اگه خدا بگه صاحب همه چی دارم میشه. چرا؟ شغل دارم، قشنگ وایسادم دارم کار میکنم. والا اون موقع اصلا داستانش با الان که خیلی فرق میکنه. خونه داره ولی نه ماشین نداشت، پسندازم یه نمه نه اون چنانی. 3 ماه پیش رفتم خواستگاری باز به سرم. خب اولین مسئله که پیش رو آوردن گفتم خونه. گفتم خونه نخری دختر نمیده. گفتم اگه کیسی پفک برام مغازه بخرم بیارم. گفتم نمیده. به قول گفتنی که بعد از یه ماه رفت آمد بالاخره راضی شدن دیگه. این مشکلات اقتصادی، خونه، مسکن، همه چی. الان چشمی زیاده، کم دختر خانم درن خانه باشه. مثلا خانه نمونن این چیزا اینجا. الان انقدر شرایط لنه، حتما بنه داماد خونه داره، حتما بنه ماشین داره، بهترین کار داره. اینا همه باعث کنه که ازدواج سخت بود. با علتش معلومه دیگه، تو این گرونی‌ها و با این اقتصادی که داریم کی جرأت میکنه سمت زن بره ازدواج کنه. انتظارات هم تاثیر داره روش دیگه. توقعات رفته بالا، انتظارات خیلی مثلا از این ور مثلا میبینی دختر و پسر عقد میکنن، اون ور دختر میره مهریه‌اش اجرا میذاره. خب کسی جرأت نمیکنه بره مثلا سمت ازدواج اینا. علتش مثلا گرونی زیاد خدایی، بعد واقعا گرونی. انا خودم مستاجرم، خدایی حقیقتش خودم مستاجرم. تورم، گرونی، اقتصاد، همه اینا دیگه شاملشه دیگه. والا اگه بخوام به نظر من مشکلی نیستش. اگه بخوام کسی که بخواد میشه، اگه نخواد نه نمیشه. الان بچهای ما گوش نکنه، بچهای ما همچشمی کردن. اون موقع همچشمی ریه اصلا نه. اون موقع ما خانواده حرف گوش کردیم. الان بچه‌ها همون حرف هیچ کس گوش نکنه. نگاه حتی الان با چه باطنه انگار شونه تعیین کنه همیشه اون بچه‌ها گوش نکنه. همه چی اراده می‌کنه. فقط این همه چی اراده می‌کنه. همه چی بستگی به خود آدم داره. الان دیگه دست پدر مادرها نیست، انتخاب دست خودشونه. به نظر من خونه و ماشین به مرور زمان میشه درست کرد، به شرطی که اون آقایی که توی زندگی من بیاد اهل کار باشه. دلی رو زیر پا گذاشتی که قبل تا شکستگی داشت، حال من عاشق یکی به جز تو بستگی داشت. با همه شرایط سختی که وجود داره میشه با کم کردن توقعات و پایین آوردن انتظارات زندگی شیرینی رو زیر یک سقف شروع کرد.